عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و همکاران محترمتون. همچنین عرض خسته نباشید به خاطر مدت 8 ماهی که واقعا زحمت کشیدید، هم شما هم تمام عوامل، مخصوصا تصویربردارای محترم که واقعا زحمت کشیدن و جای تقدیر و تشکر داره. همینجا هم واقعا به هم شما و هم عزیزانی که واقعا در این برنامه زحمت میکشن خسته نباشید، خدا قوت میده. تشکر میکنم. عرض سلام و ادب دارم خدمت بینندگان عزیز برنامه. امروز در خدمتتون هستم طبق خواسته بسیاری از شما عزیزان که چند مدل پاپوش رو خواسته بودید. امروز یک نوع پاپوش رو درتون در نظر گرفتم که بدون درس هستش و امیدوارم که مورد توجهتون واقع بشه. خب من این پاپوش رو نشون بدم. سرکار خانم اجاقی این پاپوش رو میخوان امروز آموزش بدن. بله بسیار عالی. این پاپوش رو بخوان آموزش بدن، اینجوری نشون بدم. خب دستتون در. ممنون از تصویر برداری. برای شروع این کار که به وسیله 2 میل بافته میشه بایستی 23 عدد دونه سر بندازیم و یک ردیف زیر و یک ردیف رو ببافیم این 23 تا دونه رو. بعد برای رج سوم که شروع کار ما و مدلمون میشه به این صورت عمل میکنیم که دونه اول رو به عنوان یک دونه زیر از سر میل بیرون میاریم، یک ژوته. این ژوته جوری باید اندازه کار کنید که ژوته‌ای که حالت تورباف بیفته. بعد از اون 8 عدد زیر، خانم اجاقی خیلی هم از شما تشکر کردم به خاطر حضورتون در برنامه کاشانه مهر. واقعا ما هم تشکر میکنیم چون پیامک خیلی به دستم رسیده. باعث خوشحالی بنده است. امیدوارم که در این مدت تونسته باشیم خواستهای این عزیزان رو اجابت کنیم انشاءالله. بعد از این 8 دونه ای رو که بافتیم 2 تا دونه بعدی رو از سر میل بیرون میارم و به صورت دونه ای که حالت بافت پیچ رو به ما بده 2 تا دونه رو با هم جابجا میکنم. بعد از اینکه این 2 تا دونه رو با هم جابجا کردم 2 تا دونه رو به صورت بافت زیر با هم یکی میکنم. بعد از این 2 تا یکی کردن یک دونه رو میبافم و بعد از اون مجددا 2 تا دونه بعدی رو از سر میل بیرون میاریم، مثل بافت پیچ با هم جابجا میکنیم و همون 2 تا دونه رو در یک جا با هم یکی میکنیم و بعد از این 2 تا یکی کردن 8 عدد بافت زیر رو میبافیم. بعد از 8 دونه زیری که بافتیم مجددا بایستی یک دونه ژوته و یک عدد زیر ببافیم. در قسمت پشت بافت کار تمام دونه هاش به صورت دونه ای که دیده میشه بایستی بافته بشه. بیشتر دونه ها به شکل دونه رو هستش. فقط اون یک دونه ای رو که رو بافته بودیم در قسمت پشت کار به دانه زیر تبدیل میشه. ببینید دوستان توی این بافت به هیچ عنوان کم و زیاد نمیشه و ما با این طریق بافتی که انجام میدیم دونه های ما همون 23 تا دونه باقی میمونه. یعنی الان ببینید من یک بار دیگه این رج رو تکرار میکنم توضیحشو. دونه اول رو که از سر میل بیرون آوردیم به عنوان یک دونه زیر به حسابش میاریم، یک دونه ژوته، بعد از اون 8 دونه زیر، بعد از اون 8 دونه زیر 2 تا دونه داریم که بایستی با هم جابجا کنیم مثل دونه پیچ. بعد از اون یک رو، بعد از دونه رو مجددا 2 تا دونه داریم که باز بایستی با هم جابجا کنیم و همزمان با هم یکی کنیم و 8 دونه زیر داریم. بعد از 8 دونه زیر رو که بافتیم بایستی مجددا یک دونه ژوته و یک دونه زیر. پس این دونه هامون به هیچ وجه تغییر نمیکنه چون که ما اینجا یه 2 تا یکی در مرکز کار 2 بار عمل 2 تا یکی رو انجام میدیم و در ابتدا و انتهای کار 2 تا دونه ژوته میندازیم. پس هیچ تغییری در تعداد دونه های ما داده نمیشه و کار بعد از اینکه به اندازه روی پا رسیدیم
من روی قسمت آماده شده توضیح میدم خدمت شما. ببینید عزیزان، این قسمتی هستش که الان ما بافتیم. وقتی که به اندازه بلندی روی پا رسید، بایستی دونه ها رو به 2 قسمت تقسیم کنیم، یعنی 2 تا 11 تا. ببینید این قسمت 11 تا رو به همین شکلی که تا الان بافته می شده بدون هیچ کم و زیادی بایستی حتما ببافیم. یعنی شروع رج ما به وسیله همون 1 دونه زیر، 1 ژوته، بعد 8 تا زیر و در آخر 2 تا دونه‌ای که باید با هم به حالت پیچ جا به جا بشن و 2 تا یکی رو انجام بدیم. بافت میزنیم و بعد در نهایت ببینید در نهایت وقتی که به بلندی پشت پا رسیدیم، یعنی حدود 11 تا 12 سانتی متر، بستگی به بلندی پشت پا داره، بستگی به سایز پا داره. وقتی که بافتیم صاف با هم کور میکنیم و حالا قسمت دیگه این کار رو میبافیم. ببینید من این کار رو توی تصویر به شما نشون بدم که کاملا مشخص باشه. ببینید عزیزان، این قسمت رو من جدا کردم، دونه ها رو یک طرف رو بافتم، به اندازه بلندی پشت رسیدم. حالا در اینجا ما چون اگه خاطرتون باشه در قسمت اول کار 1 دونه بافت رو داشتیم در مرکز کار. زمانی که طرف این قسمت کار تمام شد و برای شروع به قسمت بعدی، ما اینجا عزیزان حتما باید دونه اول رو وقتی نخ رو میخوایم وصل کنیم، این 2 تا دونه اول رو با هم یکی کنیم تا تعداد دونه های ما همون 11 تا بشن. این کار رو انجام میدیم تا قسمت بلندی این ورم با قسمت مقابل یک اندازه بشن و حالا برای قسمت پشت پا که حالت کف پا، ببخشید، قسمت کف پا رو که میخوایم کار کنیم بایستی دوستان از این قسمت ما دونه بگیریم، از قسمت پنجه. این کار از قسمت پنجه بافته میشه. برای دونه گرفتن دوستان به این شکل ببینید میل رو دونه دونه از همون قسمت دونایی که سر انداخته بودیم رو از قسمت پایین کار بایستی تمام دونه ها رو بگیریم. کل دونه هامون رو سر میل میگیریم و بعد نخ رو وصل میکنیم. ببینید وقتی که به این شکل قسمت پنجه کار هستش که از برای قسمت کف پا میخوایم دونه بگیریم و کف پا رو ببافیم. بعد از این کار ما بعد از این یک دقیقه بله چشم. وقتی که این قسمت رو دونه رو گرفتیم، ببینید هر رج رفت و برگشت که ما اول و انتهای کار میرسیم باید 1 دونه از قسمت کناری که بلندی کارمون بود رو با میل بگیریم و ادامه بافت رو داشته باشیم. ببینید زمانی که ما به این قسمت کل دونه هامون میرسیم و ضمناً قسمت کف پا رو اینجا ما به صورت کشباف بافتیم، یعنی 1 دونه از زیر 1 دونه از رو. پس قسمت کف پا به شکل بافت کشباف بافته میشه و برای این قسمت بافت به این صورت هستش که وقتی ما دونه ها رو گرفتیم و به قسمت این گوشه های کارمون میرسیم 1 دونه از قسمت کناری میگیریم به میلمون اضافه میکنیم تا این قسمت پهلوی کار ما بافته بشه. و وقتی که به روی کار میرسیم بایستی در این قسمت 3 تا دونه رو با هم یکی کنیم که دونه هامون اضافه نشه. در نهایت هم پشت پا رو 1 دونه درز میکنیم که این پشت پا دوخته میشه و حالا به سلیقه خودشون عزیزان میتونن که نوار حاشیه قلاب بافی رو انجام بدن یا بند بذارن یا حالا دوستان بهتر از من میتونن. خیلی ممنونم از شما.